سلام بچه ها، خیلی خوش اومدید به ویدیو جدید من رادین هستم و امروز میخوایم ببینیم که چطوری میتونیم توی بازی کشتی کج 2025 بازیکنی که دوست داریم رو بخریم. خب شروع میکنیم. 2 راه داره که من محض اطمینان هر دو راهش رو بهتون توضیح میدم. یه راهش اینطوریه، مثلا بازیکنی که میخوایم خریداری کنیم رو اول میاریم، مثلا باتیستا. خب راه اولش اینه که میتونیم روش کلیک کنیم و اینجا قیمت بازیکن میاد و اینجا هم پولی که ما داریم. میبینیم که پولی که ما داریم بیشتره، پس میتونیم خریداری کنیم و میزنیم رو بازیکن، یس رو میزنیم و الان خریدیمش. راه دیگهش چیه؟ اینه که برمیگردیم به همون جایی که بودیم، بعد میریم تو این قسمت که نوشته سوپر استار، روش کلیک میکنیم و روی بازیکن میریم که قفله. حالا ما باتیستا رو که خریدیمش اوکی شد. بازیکنه دیگه هم میتونیم به همین روش بخریم، یا این روش یا روش قبلی. خب دوستان، امیدوارم از این ویدیو لذت برده باشین. حتما ویدیو رو لایک کنید و چنلمون رو سابسکرایب کنید. امیدوارم خوشتون اومده باشه. تا ویدیو بعدی، خدا نگهدار.